از سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در جنت دری است که آن ریان نام دارد و روز قیامت از آن تنها روزداران داخل می شوند. آن روز گفته می شود روزداران در کجایند؟ پس روزداران برمی خیزند و از آن در داخل بهشت می شوند. چون روزداران از آن در داخل شوند آن در بسته می شود و دیگر هیچ کس از آن داخل نمی شود. روایت بخاری و مسلم. شرح این حدیث: جنت دارای درهاست و این از رحمت و مهربانی خداوند به اهل بهشت درک می دهد. یکی از این درهای جنت ریان نام دارد که از آن فقط روزداران ماه شریف رمضان داخل می شوند. البته خاص نمودن در ریان برای روزداران ماه مبارک رمضان احترام و قدردانی پروردگار بلند مرتبه برای مؤمنان است. روز قیامت منادی ندا می کند کجایند روزداران ماه رمضان؟ سپس روزداران ماه شریف رمضان از بین مردم خسته از آن در داخل می شوند که این یک شرف و احترام خاصه از جانب خداوند برای روزداران است. بعد از داخل شدن روزداران ماه رمضان آن در بسته می شود و دیگر هیچ کس از آن به بهشت داخل نمی شود. در ذکر شده مخصوص روزداران ماه رمضان می باشد. الصلاة والسلام عليك يا